پرزیدنت قرقیزستان صادر جاباروف را به پاره‌گیری متهم می‌کنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپکوف گفت که جاباروف برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سوارونبای جینبکوف بر عوض گرو امنیتی او 10 میلیون دلار پاره گرفته است. به قول اسپکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جداً ویران کرده بود. اسپکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جاباروف چندین دفعه پاره گرفته این پولها را در تبلیغات خود استفاده برد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغ ها را ثبت نام نکرد. خود اسپکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشت موقت است. او را در طمع‌جویی گناهکار می‌دانند. بازداشتش اول سال جاری بود. اسپکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبری ستاد انتخاباتی جاباروف در ولایت چوی ایفای وظیفه کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدنی اسپکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می شود. اسپکوف به دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سوارونبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد، ولی جانبداران اسپکوف با تصدیق حرف‌های خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه‌های شناسنامه‌های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جاباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جاباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شده‌اند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جاباروف باور دارند که این کاری اسپکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است. ولی با اظهارات اسپکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب الکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را به راه میمانند که دادستان کل همه این اتهامات را مورد سنجش قرار دهد. من از صادر جاباروف انتظار این حرفا بودم که میگه بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپکوف نفر نیست که با او میشود پرره باور کرد، ولی اینجا سندهایی هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راههای غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند. در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان عکس‌های اسپکوف با داغ‌های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس‌ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ‌ها برای آنها معلوم نیست.